سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم طاهری عزیز، خیلی خوش آمدید. به چشم من گذاشتین. خوشحالم از زیارت. خیلی ممنون. بنده هم همچنین و به بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. انشالله فرمایشات نورانی ائمه علیهم السلام راهگشایی باشه در مراحل گوناگون زندگیم. الهی آمین. انشالله به برکت دعای خیرتون و آن چیزی که از شما یاد میگیریم. آقا ما سراپا گوشیم، بحثمون اخلاق هست و از هر جایی که سلام میدونیم. من بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بحث ما در مباحث اخلاقی در روابط گوناگون اجتماعی است. یکی از مباحثی که به هر حال در زندگی اجتماعی انسان به آن نیاز داره، در هر کجا که باشه ماها، یا نیاز فردی یا نیاز به لحاظ اون روابط اجتماعی هست، مسئله مشورت گیریه. اسلام به این مسئله بسیار عنایت کرده. اول خواستن انسان در کارها عقل خودش رو به کار ببنده، چون محور تکلیف انسان، محور کمالیابی انسان اون عقلانیت انسانه که بر اساس تعقل نسبت به حق، نسبت به آنچه که باید بهش پایبند باشه، بر اون اساس حرکت بکنه. هم در مسائل اعتقادی که محور به حال عقلانیت، عقل، به کار بستن عقله، و هم در مسائل به حال اخلاقی و شؤون گوناگون زندگی. درست. لذا خواستن انسان فعالیتی که میکنه اولا بر اساس عقلانیت باشه که بفهمه چی کار میکنه، بفهمه چه هدفی داره از کارش، بفهمه با چه روشی این کار، خلاصه هدف رو با این کار مفید دنبال بکنه. خب قهرن ماها علممون ناقصه، در امورات زندگی همه ابعاد امور رو درک نمی کنیم. لذا ما نیاز به معلم داریم. این بساط تعلیم و تعلم به خاطر این نواقصی ماست. هل یلسب الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. و اسلام هم دین تعقل و دین علمه. و علم الانسان ما لم یعلم. لذا بعد از آگاهی فردی، آگاهی اجتماعی در امور مشورت گرفتن خلاصه لازم است. در رابطه با فضائل مشورت روایات زیادی آمده. علی علیه السلام فرمود من استغنا به عقله ذل. کسی که با عقلش بخواد همه کار خودش رو به هر حال انجام بده و بگذراند، به کسی به هر حال اعتنایی نکنه، از عقل کسی استفاده نکنه، از علم کسی، تجربه کسی استفاده نکنه در زندگی، این گمراه میشه، به حیرت میفته. یعنی یه جایی میرسه که نمیدونه، از اون طرف هم خضوع نکرده در برابر علم عالم، عقل عاقل، لذا به گمراهی میفته. از اون طرف فرمودن الاستشارة عین الهدایه. مشورت گرفتن عین هدایت، یعنی برای مشورت یک جایگاه خاصی قائل شدن که حتی
عقل کل نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم در این آیه‌ای که خوندم در ادامش فرمود و شاورهم فی الامر، با خلاصه مردم در اداره امور مشورت بکن. و امرهم شورا بینهم. این امر نوعاً به معنای اداره میاد. معانی مختلفی براش شده در قرآن و در روایات. یکی اون امر کردن. بله بله. اینجا به معنای اموره، یعنی میخواد اداره بشه کارها. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ هم مشورت میکردن. میخواستن مثلا حجت تمام بشه در جنگ احد، که اول نظر خود حضرت این بود که در مدینه بمانند و به حال بجنگن. اونا گفتن نه این صحیح نیست و ما بریم. حضرت هم پذیرفتن، منتها به شرط اینکه تبعیت از به حال حاکم بکنن، اون کسی که اداره کننده جنگ است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله. بله، غرض این است که این امر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم اومده نه به عنوان اینکه اون حضرت نیاز داره به امور برسه در تدبیرش، اما به هر حال اینا باید باهاش کار بکنن دیگه. اقتضاء روابط اجتماعی ایجاب میکنه که من اهل مشورت باشم. منتها وقتی که به یه نقطه رسید حضرت باید تصمیم بگیره. بله دیگه، طبیعی. رهبر الهی یا رهبر دنیایی این چنینه دیگه، باید نظر او باشه که امضا بشه، اجرا بشه. فاذا عزمت فتوکل علی الله. این عزم معناش اون تصمیم گیریه که مردد نشه. یه چیزیه که حالا صلاح بود اون رو دیگه دنبال بکنه با توکل بر خدای متعال. از این نظر هم به مسئله مشاوره خیلی اهمیت داده شده در شرع مقدس، مخصوصاً کارهای مهم در اداره جامعه. خب یه نفر که نمیتونه، خب پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه و آله است، کمک میخواد، بر استاندار میخواد، فرماندار میخواد، از اونها به هر حال نظرخواهی میکنه و همینطور دیگه بقیه به همین صورته. لذا مشاوره یک صفات اخلاقی رو میطلبه که فرمودن علی علیه السلام کسی که مشورت بگیره با دیگران در عقلشون شرکت کرده. یا در فرمودن اعلم مردم اون کسی است که علمشو با علم دیگران جمع میکنه، میره ببینه که دیگران تو این عرصه چی گفتن، به نظر خودش فقط تکیه نمیکنه. یعنی خرد جمعی. بله، خرد جمعی، علم جمعی. خرد مال تعقله، این میشه علم جمعی. که علم میخواد بارور بشه باید به صاحب نظران هم ارائه بشه. هر کسی یه چیزی میفهمه، بله. چیزی اون میفهمه که من نمیفهمم، من میفهمم اون نمیفهمه، این تبادل بشه. در این مراحل عمدتاً پشتوانش اون خودخواهی هاست، خودبینی هاست. میدونی من به چی داشتم فکر کردم؟ دقیقاً به همین موضوع، به اینکه پیامبر و ائمه که خودشون عقل کل بودن در هر حال باز مشورت میکردن، مشورت میگرفتن از دیگران. ولی بعضی از ماها یه 2000 سواد که پیدا میکنیم، حالا یه دانشگاهی، یه مدرکی، چیزی دیگه، من کسی جرئت داره حتی به ما یه پیشنهاد چیزی بده مثلا، یعنی تو میگی من نمیفهمم مثلا معنی که این همه فلان فلان، خیلی بده این. بله، این به هر حال باید ما این فرهنگ جا بیافته. به هر حال کسشن نیست این مسئله. بله، اون خداست که با هیچ کس مشورت نمیکنه، غنیه به ذاته. ولی همه ما که به نوعی فقیر هستیم، غرضم اینه که این روش نبی اکرم صلی الله علیه و آله به خاطر این است که این درس به ما بده.
باز تاکید بکنیم اون حضرت و ائمه علیهم السلام نیازی به مشورت ندارن. به هر حال اگر هم فرمودن با چه کسانی مشورت بکنیم. علی علیه السلام یکی از درگیری هاش با طلحه و زبیر همین بود. طلحه و زبیر میگفتن که آقا چرا با ما مشورت نمی کنی؟ حضرت فرمودن که شما دنبال دنیاتون هستید به تعبیری، مشورت برای پیدا کردن مصالحه، شما خودتون رو میخواهید. این اولا. رسول من کسی نیستم نیاز به مشورت داشته باشم. یعنی تا این حد اون جایگاه مشورت رو رد نمیکنه، منتها باید با چه کسی اینجا معلوم میشه که قرار نیست ما با همه آدما مشورت بگیم. از همه آدما. لذا این بحث رو در روایات ما فرمودن که ما این رو انشاءالله پی میگیریم. انشاءالله. نکته خیلی مهمی هست تو اصل مشورت گرفتن حرفی نیست، توصیه است، همون که از کی باید ببینیم که چه ویژگی داره. ولی اون نکته هم که فرمودی خیلی جای تأمل داشت، چون همینجوریش هم یه نگاهی می‌کنیم می‌بینیم تو آدمای اطرافمون بیشتر اونایی اهل مشورت دادن و مشورت گرفتن عمدتاً هستن که آدمای متواضعی ان، آدمای افتاده و فروتنی ان. آدمایی که یه ذره متکبرن، خودخواهن، نه خیلی اهل مشورت گرفتن و اینا نیستن. یه فاصله بگیریم از دوستانمون، فکر می‌کنم بریم محضر نورانی قرآن کریم، برمیگردیم باز ادامه توضیحات استاد تحریری عزیز رو میشنویم و استفاده میکنیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 159 سوره مبارکه آل عمران رو دوستان پخش کردن، ضمن اینکه ما این سوال هنوز تو ذهنمون هست که از چه کسانی باید مشورت بگیریم. خود این آیه شریفه نشون میده سیره نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو که حالت نرم داشته. کسی که مشورت میگیره یه حالت نرمی داره، به هر حال حالت قدی و حالت اون تکبر رو خودبینی رو به هر حال نداره. لذا میبینیم در این سلاطین و حکام ظلم اینها خودرأی هست. این خودرأیی به هر حال برای همه نکوهش شده، انسان رو زمین میزنه. بله. منتها حالا با کی؟ حالا بحث اول ما در رابطه با این حقوق مشورت گیرنده است که از انسان مشورت میگیره چه حقی پیدا میکنه. خب فرمودن که اگر انسان میدونه باید حال بگه دیگه، او رو ارشادش بکنه. نوعا جایگاه مشورت یه جایگاه حقوقی عمدتاً. درست. حالا در بحث بعدی بحثی از نصیحت هم میشه که فرقشو با نصیحت عرض میکنیم که اونم جایگاه بسیار مهمی داره در روابط اجتماعی. فرمودن که اگر انسان میدونه تلاش کنه با لطائف الحیل با هر نحوی که شده جواب طرف رو به هر حال بیان بکنه، به این صورت که اگر خودش جای او بود چطور دوست داشت که حق مطلب بهش گفته بشه، منم که حالا حق مطلب رو میدونم ابا نکنم بهش بگم. در اینجا یه ویژگی های برای مشورت دهنده فرمودن. یکیش این که بخیل نباشه. چون اگر من بخیل باشم همه اون چرا که مصلحت شماست نمیگم. دقیقاً. گاهی هم با حسادت همراهه. من نمیخوام شما داره این کمال بشی، داره این مقام بشی، یا داره این مال کمالی بشی. هم داری اونو از دست بدی اصلا. بله بله. اینا با هم دیگه صفات بدی اینا با هم دیگه که مخلوط بشه این روابط چقدر بد جلوه میکنه. آره. مشورت به هر حال درست انجام نمیشه. پناه بر خدا. بعد فرمودن این مشورت با نرمی با رحمت باشه، چون خود نرمی این وحشت رو از بین میبره. نکنید اون کسی که میاد مشورت میگیره نوعا در یه بحرانی قرار گرفته، در یک جهلی، میخواد از این بحران
از این حیرت در بیاد. این نیازی پیدا کرده، بله. احساس نیازی بله. داره. نوعاً چنینه، ما نیاز داریم، این هست. حالا که آمده من حالش رو درک بکنم. آره، مثلا به یه استیصالی شاید رسیده. بله بله، نوعاً چنینه دیگه. لذا فرمودن که ما اون حالت وحشتش رو با نرمی خلاصه برطرف بکنیم. یه مسئله خیلی مهم براش جلوه کرده که انه مستعسل شده، مایوس شده از رسیدن. نوعاً در مشورت ها این چنینه، انسان او رو امیدوارش بکنه. اینا صفات اخلاقیه. بله، کنار چیزی نیست، اول درست میشه بگه چیزی نیست، مخصوصا در روابط خاص خانوادگی که طرف مشکلی پیدا کرده، بچه، خانم، اینها این وحشت گرفته و بخواد از این مشکل بیاد بیرون. اول امید بدیم، القا بکنیم که مسئله خیلی بغرنجی نیست. این خودش یه مقداری آرام بخشه. لذا فرمودن با لینت، با نرمی با طرف برخورد کنیم. این یکی از انواع نرمیه. بعد وقتی که یه مقداری اون اضطرابش کم شد، انسان آمادگی پیدا میکنه راه حل ها رو بهش ارائه میده. بله، این در صورتی است که انسان میدونه جواب طرف رو، که با علم، با باز کردن مطلب، فهموندن مسئله برای طرف که با یه دست پری حال بره. منتها خب انسان ها مختارن دیگه، ممکنه مشورت بگیره اما عمل هم نکنه. دقیقاً. اما من وظیفه‌مو انجام دادم، یعنی راهنماییش کردم، او رو در تاریکی قرارش ندادم. به گونه ای که وقتی این صفت من نشون دادم، خودم در یک معضله گیر بکنم، خدا راهمو باز میکنه. چون این حالتو دارم، میخوام مشکل دیگران با مشورت دادن حل بشه، خدا کسی رو سر راه انسان میذاره که مشکلش رو حل بکنه. بعد فرمودن حالا اگه انسان نمیدونه اینجا چیکار بکنه؟ راهنمایی بکنه کسی که میدونه. غرض اینه که طرف رو به طور کلی از خودش طرد نکنه. اگر شخصی رو هم میشناسه، به حال به اون معرفی بکنه که آگاهی داره، دلسوزی داره. منتها اگر هم کسی هم نمیشناسه، بهش یه هشداری بده که از هر کسی مشورت نگیر، کسی که درد تو رو بشناسه. اینم خودش یک نوع مشورت دادنی که طرف حیرت نداشته باشه. چون بعضیا تو مشکل که گیر میکنن از این در میزنن به اون در. دیدیم ما مخصوصا تو مسائل معنوی میره سراغ هر کسی که حرفی بزنه، میره تو این سایت ها یه چیزهایی، دعواهایی، دعاهایی رو گفتن و هرزایی رو گفتن. این بیچاره برمی داره، خیال میکنه اینا دیگه یه عالم ربانی مطالب رو گفته، میگیره به مشکل بیشتر میخوره. این مسائل رو در این روزها ما باش مواجه هستیم. ارتباطاتی به هر حال میگیرن با ما در این مسائل گاهی اخلاقی، معنوی، گرفتن حرز، دعا برای رفع مشکلات. این نکات رو ما چون تجربه کردیم و اینها به عنوان مشاور در این رسانه عمومی رو هم عرض میکنم که توجه داشته باشن که پیش هر کسی انسان به هر حال نره. به نظرم تو هر حوزه آدم میخواد مشورت بگیر، باید بره سراغ متخصص اون حوزه دیگه. همونجوری که شما توی مسئله پزشکی قطعا میری پیش به یه پزشک، اونجا
تو هر حوزه مسائل اخلاقی و این هم که پیش میاد سراغ متخصص شدم من اونجا. بله این هست، این قطعیه دیگه، این عقلیه. ولی ما چون ظرفیت هامون محدوده و لبریز میشیم، مثلا توی دچار بحران به تعبیر شما استیصال شدیم دیگه، به هر کسی میرسیم فقط هی میخوام بگیم آقا تو به چیزی به ذهنت میرسه، تو کاری بزن، اینی که به همه جا سفره دلمون رو پهن میکنه. لذا چون عقلانیت رو هیچگاه نباید به هر حال نادیده بگیره. عقل حکم میکنه که من هر جایی نرم. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکم. قرآن کریم گاهی برای روشن کردن حق با سوال شروع میکنه. افمن یهدی، این هم در همین راست. اون کسی که هدایت شده سزاوار تبعیت شدن است، یعنی خودش راه رو پیدا کرده، میدونه. من به تبعیت بکنم میگم که نه، خودش نمیدونه، خودش باید بره یاد بگیره. تازه نمیرم یاد بگیره، خودش رو به عنوان عالم جا میزنه. ما الان مشکلاتمون گاهی تو جامعه در مسائل حال اقتصادی، در مسائل حالا علمی، در مسائل معنوی همینه. بعضیا خودشونو در یک رشته جا میزنن. لذا فرمودن باید ما چشمون رو باز کنیم، از هر کسی مشورت نگیریم و اعتماد به هر کسی نکنیم. البته وسواس هم نباید داشته باشیم. بعد تحقیق بکنیم دیگه، راه عقلایی تحقیق دیگه. آقا یه دندونمون درد میگیره میخوام بریم پیش دندون پزشک، 100 جا میپرسیم، یه دندون پزشک حاذق پیدا کنیم، پیش متخصص ترینه بریم. دیگه حالا مسائل خانوادگی، اخلاقی، مسائل حقوقی اینا که پیش میاد حتما دیگه پیش متخصصی که آره صاحب نظر باشه بعد. بله به هر حال اینطور به ما دستور دادن که ما توجه داشته باشیم، حق مشورت گیرنده را در هر دو صورت، چه بدانیم جوابش رو چه ندانیم، به این صورت ما ادا بکنیم. این بیانات رو ائمه علیهم السلام به ما فرمودند که یک نوع راهگشایی برای دیگران داشته باشیم، یک نوع خیررسانی داشته باشیم. همون دیگه خود ائمه علیهم السلام اینطور بودند. طرف می آمد یک مشکلی داشت، مثلا من نمیتونم، اون تا حالا یه چیزی می نویسم، فرمودن الدال علی الخیر کفاعله. این ختام مسک میشه، دلالت کننده بر خیر مانند انجام دهنده اون خیر است. این رو ما خواستن هم انجام بدیم خیر رو، بدانیم خیر چیه، و هم راهنمایی به خیر بکنیم. این مسئله مشاوره ما در این راستا قرار میگیره. خیلی ممنونم استاد تحریری عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم و فیض بردیم. خدا خیرتون بده. توامری نداریم؟ انشالله که خدای متعال به ما توفیق نداد بفهمند که این معارف رو هم بفهمیم، هم در جاهای خودش انشالله به کار ببریم. الهی آمین. اصلا همینه، دست شما در نکنه. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. انشالله که دعای استاد تحریری عزیز در حق هممون به اجابت برسه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا. یا حق. خداحافظ.